رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. سلام و درود به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به برنامه رسم و رواج‌های افغانستان خوش آمدید. برنامه‌ای که در آن به دنیای رنگارنگ فرهنگ، سنت‌ها و آیین‌های مردم افغانستان می‌رویم. رسم و رواج‌های افغانستان تنها مجموعه‌ای از سنت‌های قدیمی نیستند، بلکه پل میان گذشته و آینده هستند. این سنت‌ها ارزش‌هایی چون احترام به بزرگان، همبستگی اجتماعی، مهربانی، مهمان نوازی و حفظ پیوندهای خانوادگی را به نسل‌های جدید منتقل می‌کند. امروز با وجود تغییرات گسترده در جهان، بسیاری از این آیین‌ها همچنان زنده‌اند و بخشی از هویت مردم افغانستان را تشکیل می‌دهند. حفظ و پاسداری از این میراث فرهنگی مسئولیتی است که بر دوش همه ما قرار دارد تا نسل‌های آینده نیز بتواند با تاریخ، فرهنگ و ارزش سرزمین ما آشنا شوند. مراسم جهنده‌بالا یکی از باشکوه‌ترین رسم و رواج‌های افغانستان است. هر سال در آغاز سال نو خورشیدی و همزمان با جشن نوروز برگزار می‌شود. این مراسم بیشتر در شهر مزار شریف و در روضه مبارک برگزار می‌گردد و هزاران تن از سراسر افغانستان و حتی کشورهای دیگر برای اشتراک در آن گرد هم می‌آیند. جهنده‌بالا نه تنها یک مراسم مذهبی بلکه نمادی از وحدت، همبستگی، امید و آغاز فصل تازه زندگی برای مردم افغانستان به شمار می‌رود. مراسم جهنده‌بالا در نخستین روز سال نو برگزار می‌شود. در این روز مردم از ساعات اولیه صبح به سوی روضه مبارک حرکت می‌کنند تا شاهد برافراشته شدن پرچم ویژه‌ای باشند که به نام جهنده سخی شناخته می‌شود. این پرچم نماد احترام و ارادت مردم به حضرت علی دانسته می‌شود و بالا رفتن آن برای بسیاری از مردم نشانه از خیر، برکت و موفقیت در سال جدید تلقی می‌گردد. در روز برگزاری مراسم، فضای شهر مزار شریف رنگ و بوی خاص به خود می‌گیرد. خیابان‌ها مملو از جمعیت می‌شود و مردم با لباس‌های محلی و رنگارنگ در این جشن حضور پیدا می‌کنند. مردان، زنان، جوانان و کودکان هر یک با شور و شوق فراوان در این مراسم شرکت می‌کنند. صدای دعا، نیایش، تبریکی سال نو و شادی مردم در همه جا شنیده می‌شود و فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای به وجود می‌آید. یکی از بخش‌های مهم این مراسم لحظه برافراشته شدن جهنده است. زمانی که پرچم به آرامی به سوی بالا حرکت می‌کند. مردم با شور و هیجان خاص دعا می‌کنند و از خداوند سال سرشار از صلح، سلامتی و موفقیت را آرزو می‌نمایند. بسیاری باور دارند که اگر جهنده به آسانی و بدون مشکل بالا شود، سال پیش رو سال نیک و پربرکت خواهد بود. این باور از گذشته‌های دور میان مردم وجود دارد و به بخشی از فرهنگ عامه افغانستان تبدیل شده است. در کنار مراسم اصلی، برنامه‌های فرهنگی و هنری متعدد نیز برگزار می شود. اجرای موسیقی محلی، نمایش‌های فرهنگی، مسابقات ورزشی سنتی و گردهمایی‌های مردمی از جمله برنامه‌هایی هستند که در ایام نوروز و جهنده‌بالا برگزار می شود. همچنین بسیاری از خانواده‌ها در این روزها به دید و بازدید اقوام و دوستان می روند و سال نو را به یکدیگر تبریک می گویند. جهنده‌بالا از نظر اجتماعی نیز اهمیت فراوانی دارد. این مراسم فرصت را فراهم می کند تا مردم از قومیت‌ها، زبان‌ها و مناطق مختلف کشور در کنار یکدیگر جمع شوند و وحدت و همبستگی ملی خود را به نمایش بگذارند. حضور گسترده مردم در این آیین نشان می دهد که فرهنگ و سنت‌های مشترک می توانند نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی و ملی داشته باشند. از دیدگاه تاریخی، پیشینه این مراسم به سده‌های گذشته باز می گردد. هرچند
درباره زمان دقیق آن دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد، اما بسیاری از پژوهشگران به این باورند که جهندبالا تلفیق از سنت‌های نوروزی و باورهای مذهبی مردم افغانستان است که در طول زمان به شکل امروزی درآمده است. همین پیوندها میان فرهنگ و مذهب سبب شده است که این مراسم جایگاهی ویژه‌ای در میان مردم داشته باشد. با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی و شرایط دشواری که افغانستان در دوره‌های مختلف تجربه کرده است، مراسم جهندبالا همچنان به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی کشور باقی مانده است. این آیین پیام‌آور امید، دوستی، همدلی و آغاز دوباره است و هر سال هزاران نفر را گرد هم می‌آورد تا سال نو را با آرزوهای نیک آغاز کنند. پیامدهای مراسم جهندبالا در افغانستان: تقویت وحدت و همبستگی ملی. یکی از مهمترین پیامدهای جهندبالا ایجاد روحیه وحدت و همدلی میان مردم است. در این مراسم افراد از قومیت‌ها، زبان‌ها و مناطق مختلف کشور در کنار هم حضور می‌آیند و این امر سبب تقویت روابط اجتماعی و همبستگی ملی می‌شود. حفظ و ترویج فرهنگ ملی و سنت‌های ملی. جهندبالا نقش مهمی در زنده نگه داشتن رسم و رواج‌های تاریخی افغانستان دارد. برگزاری این آیین باعث می شود نسل جوان با ارزش‌های فرهنگی، سنت‌ها و میراث تاریخی کشور آشنا شده و در حفظ آن تلاش کنند. افزایش روحیه امید و نشاط اجتماعی. همزمانی این مراسم با آغاز سال نو باعث فضای شاد، امید و خوشبینی در میان مردم می شود. بسیاری از خانواده‌ها این روز را فرصتی برای آغاز دوباره، کنار گذاشتن کدورت‌ها و تقویت روابط خانوادگی می دانند. رونق اقتصادی و تجاری. برگزاری جهندبالا موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی در شهر مزار شریف و مناطق اطراف می شود. فروشندگان، هتل‌ها، رستوران‌ها، وسایط نقلیه و بازارهای محلی از حضور هزاران بازدید کننده سود می‌برند و درآمد آنان افزایش می‌یابد. توسعه گردشگری. این مراسم هر ساله گردشگران داخلی و خارجی زیاد را جذب می‌کنند. حضور گردشگران سبب معرفی بهتر فرهنگ افغانستان به جهان و افزایش توجه به ظرفیت‌های گردشگری کشور می‌شود. تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی. در ایام نوروز و جهندبالا دید و بازدیدهای خانوادگی بیشتر می شود. مردم به خانه اقوام و دوستان می روند و این امر موجب استحکام روابط اجتماعی و خانواده ها می گردد. افزایش فعالیت های فرهنگی و هنری. در جریان این مراسم برنامه‌های مختلف مانند موسیقی محلی، نمایشگاه‌های فرهنگی، مسابقات ورزشی و برنامه‌های هنری برگزار می‌شود که بر رشد فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جامعه افغانستان کمک می‌کند. در مجموع جهندبالا تنها یک مراسم مذهبی و نوروزی نیست، بلکه رویداد مهم در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان به شمار می‌رود. این آیین با تقویت وحدت ملی، حفظ فرهنگ بومی، ایجاد نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری نقش مهم در پویایی جامعه افغانستان ایفا می‌کند و به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی کشور شناخته می‌شود. در این بخش از برنامه رسم و رواج‌های افغانستان با یکی از باشکوه‌ترین و ماندگارترین آیین‌های کشور عزیزمان یعنی مراسم جهندبالا آشنا شدیم. مراسمی که هر سال با فرارسیدن نوروز پیام‌آور امید، همدلی و آغاز دوباره برای مردم افغانستان است. این آیین باشکوه نشان می‌دهد که فرهنگ و تاریخ یک ملت می‌تواند نسل‌های مختلف را در کنار هم قرار دهد و احساس تعلق، وحدت و همبستگی را در جامعه تقویت کند. جهندبالا به ما می‌آموزد که هر سال می‌توان امید را از نو زنده کرد، دلها را به هم نزدیک ساخت و با نگاه روشن‌تر به آینده نگریست.
این مراسم یادآور آن است که شادی، همدلی و همبستگی از مهمترین ارزش‌هایی هستند که می‌توانند جامعه را به سوی پیشرفت و آرامش راهنمون سازد. امیدواریم توانسته باشیم شما را به بخشی از زیبایی و ارزش‌های این رسم کهن آشنا سازیم و تصویر هرچند کوتاه از اهمیت آن در زندگی فرهنگی مردم افغانستان ارائه دهیم. تا دیدار دیگر در برنامه رسم رواج‌های افغانستان شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.